عزیزان و همراهان همیشگی من، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. منم رفتم امروز بیرون، الانم دارم میرم خونه، باز پیاده، چون اتوبوسا اعتصاب کردن میان، ولی خیلی کم، دیر به دیر یه دونه میاد. اما مسیر خونه من یه جوری که پیاده هم میتونم برم، از داخل شهر تا خونه یه گروه پیاده راهه. دیشب همین مسیر رو با یه آلمانی رفتم تا سر کار، همینجوری باهاش حرف زدم و پشیمان شدم که چرا من فیلم نگرفتم. دختر من میگه آلمانی‌ها شانس آوردن، تو آلمانی بلد نیستی. و الا هر کیو میدیدی باهاش حرف می‌زدی. گفتم آره، دلم میخواد با همه حرف بزنم که حرف زدنم خوب بشه. بعد یه دوستم دارم بهش میگم من آلمانی حرف زدم، میگه نه دقیقاً بگو چه حرفی زدی، دقیقاً بگو تو چی. گفتم همون که بتونم منظورمو برسونم همون کافیه. من از اون آقای سوال کردم، گفتم که چرا اتوبوس نمیاد؟ گفت اعتصاب کردن. خب این حالیم شد، ولی من دقیقاً اون کلمه رو نمیتونم الان بگم اون چی گفته، چون من 1 ماه میرم کلاس زبان، تا حالا اصلا کلاس زبان نرفتم. جایم که کار میکنم اونا اصلا آلمانی نیستن که آلمانی حرف بزنن حتی من بشنوم. اونا یونانی حرف میزنن، انگلیسی حرف میزنن. دیگه حساب بکن با رشتی و فارسی من قرقاتی بشه 4 تا 5 تا زبان، اون دیگه چی میشه؟ بعد اون آقا از من پرسید که با خانواده اینجا زندگی میکنی؟ با فامیلی هستی؟ گفتم آره. بعد پرسید چند تا بچه داری؟ تو همین مسیر راهی که رفتیم بهش گفتم من چند تا بچه دارم. منم ازش پرسیدم وی فیل کیندا؟ اونم به من گفت 2 تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. بعد به من گفت تو از کجا اومدی؟ و گفتم ایشکام آسم ایران، من از ایران آمدم. بعد گفت که من تهران خیلی رفتم، حدود 6 سال خلبان بودم، توی هواپیما میرفتم از اینجا برای ایران. خیلی تهران خیلی قشنگه، اینجوری به من گفت. بعد من بهش گفتم من آلمانی بلد نیستم، ein bisschen. گفت کورس رفتی، این کلاس رفتی؟ گفتم 1 ماه میرم. گفت آه براو، دستت برای من. گفت 1 ماه کلاس میری، خوب حرف زدی، من فهمیدم ایش فرشتن، من فهمیدم تو چی گفتی. بعد پشیمان شدم، کاشکی همینجوری داشتم باهاش حرف میزدم، میرفتم این مسیر 1 رو 20 دقیقه رو فیلم میگرفتم میذاشتم. خیلی جالب بود. ولی با اون حال توی آلمان کسی زبانم بلد نباشه، 4 تا کلمه غلط خونیتم بگی، اون طرف شنونده 4 تا کلمه ای که توی همون مثلا یه جمله تو که میگی خودش دیگه درستش میگیره ازش. اینجا کسی به خاطر بلد نبودن زبان کسی رو مسخره نمیکنه. من از محیط اینجا، مردم اینجا، همه چیز راضی هستم، ولی هیچ جا وطن خود آدم نمیشه.